مدینه چند ماهی پیش از شوهرش طلاق گرفت. شوهر برای 2 فرزندش الیمنت پرداخت میکند، اما مدینه و کودکانش منزل زیست ندارند. مدینه باور دارد که بالا بردن اندازه بودجه دولتی برای بی‌اعتبار کردن عقد نکاح تا اندازه میتواند از افزایش طلاق پیشگیری کند. اما با باوری او مقامات را ضرور است برای کاهش این وضع از راه‌های دیگر نیز کار بگیرند. الیمنت زیاد کنن ممکن سرتی همی جداشوی کم شود یا بگن که خانه خواهی بگیرین برای همی خیلی کودک‌ها چی خانه بگیرین. مثل مدینه در 1 سال گذشته در تاجیکستان بیشتر از 14,000 زن از شوهران خود طلاق گرفتند که در قیاس با 1 سال پیش 12.9% بیشتر بوده است. شما میگوید که 400 سومونی پیش روهاش نمیگیرد. خب و من گفتم تو اندازه یک فکر پیدا شود که همین در دیگر مثلا در بعضی دولت‌ها همین برای بیکار کردن عقد نکاح بسیار چی بگیم چاره‌های مالیوی برای جدا شونده بیکار کننده عقد نکاح بسیار وزنین پیش می شده است. ما برای ما گفتیم که تو اندازه باشد هم برای زیاد کردن. بالا بردن اندازه بودجه دولتی و همین طور تلاش مقامات برای کاهش از همپاشی خانواده در تاجیکستان را ساکنان نیز چندان نشان‌رس نمی‌دانند. چرا نمی‌گذارد؟ این مبلغ کلان هم نیست این سال همونطور فکر کنید. تحلیلگران فعالیت مقامات را در این بخش ناکافی می‌حسابند، در حالی که مسئولان سبب اصلی جداشوی خانواده‌ها را سطح ناآمادگی جوانان می‌دانند. کارشناسان می‌گویند به این روند بیشتر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشته و بهتر است مقامات راه‌های دیگری جلوگیری از این مشکل را پیدا کنند. دیگر چاره‌های باید عملی کنیم، از جمله کم کردن مهاجر در تاجیکستان به وجود آوردن شرایط کار، جهت عملی نمودن حقوق‌های شهروندان به مهنت‌ها که مزد مهنت شایسته داشته باشند و بلند برداشتن سطح معرفت و دانش حقوقی، تأثیر عائله. از همپاشی خانواده‌ها از مشکل‌هایی است که سال‌ها باز مقامات تاجیک نمی‌توانند از افزایش آن پیشگیری کنند، هرچند در نشست‌های رسمی از برنامه و چاره‌جویی‌ها در این باره خبر می‌دهند.